98% این ملت به گفتار و کردار بیهوده گرفت. بارکت با جنت. رسول صلی الله علیه و سلم گفت این صدای کی بود که به کار خدا دخالت کرد؟ دور میمونه که درباره حق شوهر است. شما درباره زن صحبت نکردید. ما درباره حق زن هم خیلی صحبت کردیم. گفت از اون خنهای بیجا میزنیم، خنده های بیجا میکنیم، دیگه این روز قیامت از ما پرسیده نمیشه. برب کعبه قسم که اختیارش داده بندم بهشت به اون همه زیبایی میخواهی یا جهنم به اون همه بدبختی. خواننده باز لایک بگیر، کامنت بدن برش، به خاطر که فلانی خواننده غذای روح را به ما. معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه من صمت نجا، کسی که سکوت کرد نجات کامل ندارد. کسی که فقط و فقط نظرش امی باشه که هرچی بهتر است، هرچی نفش بیشتر است به من باشه، برادر مسلمانم، خواهر مسلمانم از او استفاده نکنه. السلام علیکم برادران و خواهران عزیز. با توجه شما میرسونیم که شخصانی که حجت‌هایشان تمام شده است و میخواهند که به گرانسای قزاقستان گذارند، پس ما به شما توصیه میدهیم. اکای عبوس رو طول 6 سال است که در همین ساحه کار و فعالیت دارد. شما را از نزدیکی مترو انینو گرفته به گرانسای قزاقستان برده میآورند. راهگیرا همگی 8000 روبل است و ماشین‌هایشان ماشین‌های زمانوی است و از همه خوبیش در این است که این برادرها 24 ساعت کار و فعالیت میکنند. هر روز سفری را به قزاقستان را دارند. مرحمت در نمرهای روی اکران بوده زنگ زنید. روی سفید به شما. الله نگهبانتون. گناهانی که هیچ لذت ندارد، گفتار و کردار بیفایده است، ولی متاسفانه 98% این ملت به همین مرض گرفتار هستند. 98% این ملت به گفتار و کردار بیهوده گرفتار هستند. یک قسم سخن است که هم فایده دنیا داره هم فایده آخرت. یک قسم سخن است که نه فایده دین داره نه فایده دنیا. و یک قسم سخن است که هم ضرر دینت است هم ضرر دنیایت. پس اون یکیش را انتخاب بکن. حرف نزن که فردا پشیمان شوی. حرف نزن که فردا در گرو حرف خود بانی. حرف نزن که فردا هر چه تلاشش بکنی که رو قرط بکنم قرط نشه. حرف نزن که فردا هر چقدر پشیمانی بکشی دیگر دل شکسته شده، دلها را شکستندی. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام خوب را معرفی میکنه میگه من حسن الاسلام مرء ترکه ما لا یعنی. بهترین اسلام همون اسلام است که صاحبش اقوال بیهوده و گفتار بیهوده و کردار بیهوده ندارد. بعضیا فکر میکنن که این سخنهایی که از دهن ما میبره هر روز فجگویی میکنیم، سخنهای بیجا میزنیم، خنده های بیجا میکنیم، دیگه این روز قیامت از ما پرسیده نمیشه. برب کعبه قسم که کلش حساب میشه. یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. قرآن میگه هیچ خرد و کلانی نیست که از تو صادر بشود روز قیامت در کتاب پیدایش میکنی، در نامه اعمال پیدایش میکنی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر کلامی که از زبان تو کنده میشود فرشتگان او را جمع میکنن. چقدر امروز در سخنهای بیهوده ساعتها مصروف. در پشت گوشی با دوست خود گروهی هم دارن، در واتساپ گروهی تماس میکشن، ساعت 20 نفر 10 نفر ساعت فجگویی میکنن. یک ساعت چند ثانیه میشه؟ چند ثانیه میشه؟ 3600 ثانیه. 3600 ثانیه. 2 ساعتت میشه 7200 ثانیه. 3 ساعتت میشه 1800 ثانیه. 4 ساعتت میشه 14400 ثانیه. عزیز دل من، چند ساعت اینجا می نشینی؟ شاید 3 ساعت، 4 ساعت. 4 ساعت 14400 ثانیه. اگر در هر ثانیه یک بار بگویی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، چقدر قیمتت بلند میشه، چقدر ارزش پیدا میکنی، چقدر با قیمت میشی.
گفتار بیهوده و سخن بیهوده، اون طرف کسی که به ذکر خدا و یاد الله مصروف از این مثال براتون بزنم. کسی به شما اختیار بدهد که این خزانه طلا و نقره و جواهرات میخواین یا این تپه خاکی، یک کسی بیاید بگه من تپه خاکی میخوام، آیا ضرر کرده یا فایده کرده؟ با آواز بلند میشه ضرر کرده. خزانه طلا و نقره و جواهرات را نخواسته، تپه خاکی را خواسته. اونی که سخن بیهوده و گفتار بیهوده و کردار بیهوده داره مثل همون است که خدا اختیارش داده، بنده هم بهشت به اون همه زیبایی میخواهی یا جهنم به اون همه بدبختی میخواهی. این اختیار را الله برش داده، بنده هم بهشت با سبحان الله به دست می آید. حضرت ابراهیم خلیل گفت ای محمد صلی الله علیه و سلم وقت رفتی به امتت بگو زمین جنت خیلی زمین مرغوب است، برای کشت آماده است. برای امتت بگو که زمین بهشت خیلی زمین زیبایی است، هرچه بکاری اوجا می روید. برش بگو که به امتت بگو زیاد درخت بشانند. درخت چی است؟ سبحان الله والحمدلله. حالا ما خود ما نمیگیم، او صوفی که یاد خدا میکنه با او هم دشمنی میکنه، او تبلیغی که یاد الله میکنه با او هم دشمنی میکنه. او بلند میشه تبلیغی خدا بزرگ است، خدا کریم است، خدا مالک است، خدا رازق است. یه وقت بیبی که صفا خالص همه رفتنی بیچاره خودش چشمایش پود گفتش خدا مالک است، خدا کریم است. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. ای تبلیغی ها میگه پاکستانی ها هستن. این صوفی ها را که میبینه برترین مردم هم این صوفی ها هستن. خیلی پس خوبا کی هستن؟ همه خوب هم نشان بتنشان. اویی که یاد الله میکنه بد، اونی که دشمنی به الله میکنه خوب. یک خواننده باز لایک بگیر، کامنت بدن برش به خاطر که فلانی خواننده غذای روح را به ما خوانده. یاد رب خود را میکنه، یه عظمت پروردگار را بیان میکنه، از این کس خوشش نمیاد. سخنهای بیهوده، گفتار بیهوده امروز چقدر مردم لذت میبرن از این. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم، کعب ابن عجره صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یه چند روز پیامبر در بین اصحاب ندید. چه پیامبر مهربانی داشتی؟ او مقتدی های خود را میدید، اصحاب خود را بررسی میکرد کی هست کی نیست، با کدام مشکل برنخورده باشه. یه صحابه به نام کعب ابن عجره در بین صحابه دیده نشد. پرسان کردن کجا شد؟ یا رسول الله حالتش خیلی خراب است، مریض است. پیامبر صلی الله علیه و سلم آدرس خانه‌اش به ما بدید. مستقیما آمدن به پشت خانه کعب ابن عجره، گفتن رسول خدا تشریف آورده است. این صحابه چه زحمت هایی که نکشیده بودن، چه ریاضت هایی که نکشیدن، چه جان نثاری هایی نکردن که محمد امین صلی الله علیه و سلم به دیدارشان میرفت. مریض شده کعب ابن عجره. ولی اینجا خوب گوش کن، اینجا خیلی مهم است. وقتی که رفت نزدیک کعب ابن عجره برش گفت مژده باد تو را. همین کلام از زبان پیامبر کنده شده بود که مادرش صدا زد ای کعب مبارکت باد به جنت. مادر کعب ابن عجره صدا زد مبارکت باد جنت. رسول صلی الله علیه و سلم گفت این صدای کی بود که به کار خدا دخالت کرد؟ گفت مادر کعب است. صدا زد که مادر این حرف را نزن، در حالی که کعب ابن عجره کسی است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بستر مریضی اون میرود، عیادت اون را میکند. کسی را که پیامبر جنازهش را خوانده باشه، کسی را که پیامبر در حقش دعا کرده باشه، کسی را که رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشته باشه، اون ناکام میشود. گفتی آواز کیست؟ گفت آواز مادرش است که مادر جان در کار خدا دخالت نکن. شاید کعب سخن بیهوده‌ای گفته باشه. دقت کن. گفت شاید کعب سخن بیهوده‌ای گفته باشد یا از خرج کردن مال خود در راه خدا کوتاهی کرده باشد. شاید این مانع شود که به جنت برود. سخن بیهوده، شما بروین
دور از خوبا باشه. من همیشه خوبا را استثناء بکنم. چند تا دکاندار که کنار هم جمع میشن بروین که چی میگن، یا غیبت او است یا غیبت ای است، یا دو تا موتروان دور از خوبا باش، دو تا رکشاوان دور از خوبایش باش. چی کلماتی که در بین خودشان نمیگن. از سر شب تا به صبح به نامزاد خود تماس میکشه، تو برو از اثر شب تا به صبح چی میگن. اصلا اینقدر حرف از کجا میشه؟ تمام شب 10 ساعت و 8 ساعت و 6 ساعت با نامزاد خود حرف زده، یک مرتبه هم نگفته سبحان الله. چقدر اوقات ما بیهوده تیر میشه و بیهوده سپری میشه. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود لیتکلم الرجل بالکلمه. حدیث امام بخاری است، ترمذی این حدیثی که من میخوام روایتش ترمذی هست. یک انسان سخن را از زبان خود کنده میکنه، سخن را میگوید، لا یرا بها بأسا، سخن از زبانش کنده میشه، پروایش هم نداره که چی گفته. خیلی ها هستن سخن همین قسم از زبانشان بیرون میشه، پروا ندارن چی گفتن، چی برآمد. خب برآمد، اشکال نداره که برآمد. لا یرا بها بأسا، هیچ باک ندارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یهوی بها 70 خریفا فی النار، 70 سال الله رب العزت و الجلال این سقوط میدهد در آتش جهنم. یعنی سخن گفته که هیچ خیر در او سخن نبوده. ربیع ابن خثیم ولی از اولیای زمان خودش بود، 30 سال سکوت کرد، 30 سال حرف نزد. فقط وقت ضرورت چیزی که بسیار ضرور بود میگفت، در غیر صورت سکوت میکرد. و رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم میگه من صمت نجا، کسی که سکوت کرد نجات پیدا کرد. حتی علمای روانشناس میگه در اوج خشم کسی که سکوت میکند این برش قدرت میدهد. حضرت لقمان حکیم به پسرش گفت پسرم، اگر سخن گفتن از نقره باشه سکوت اصطلاح است. اگر سخن گفتن از نقره باشه سکوت اصطلاح است. حتی رسول معظم اسلام فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که ایمان به الله و روز آخرت دارد اگر چیزی میگوید چیزی بگوید که به اون نفع باشد، چیزی بگوید که به اون نفع یک مسلمان باشد. او لیصمت، یا سکوت بکند. اگر چیزی بلد نیست از خیر و خوبی پس سکوت بکند. این گناه بی لذت، ولی چقدر خطرناک که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود گفتار بیهوده و سخن بیهوده و کردار بیهوده 70 سال انسان را در حالت سقوط و صعود در جهنم قرار میدهد. از این پرهیز بکنیم. یه سوال از شما بکنم، ما خیلی بندگان ناسپاس نیستیم؟ خیلی بیرنگ گفته نیستیم؟ هستیم. چقدر نعمتهای خدا استفاده میکنیم. شما ببینید اگر در ویدیوها در صفحات مجازی شما یک چیز را بشنوین از یک دعوتگر که در نفعتان و در لذت بردنتان، در لذت جوییتان از زنتان باشه، بازو ببین که چقدر بیننده پیدا میکنه، چقدر بیننده پیدا میکنه و چقدر از اون مردم عمل میکنن. یک مادر تماس کشید جناب مولانا هر وقتی که درباره حقوق شوهر تو صحبت کردی تو خورد کت کرده شوهر من، هر وقتی که در خانه میایه باز همون ویدیو را میمونه که درباره حق شوهر است. شما درباره زن صحبت نکردید. ما تون درباره حق زن هم خیلی صحبت کردیم. گفت از او استفاده نمیکنه، فقط حق خود پیش میکنه. فقط حق خود پیش میکنه که شوهر قدر حق داره، شوهر قدر حق داره. اگر سجده جایز می بود بغیر از الله باید برابر شوهرها سجده میکردی. حق شوهر بالاتر از حق پدر و مادر است. گفت هر روز همین ویدیو را به من شوهر میمونه. درباره حق زنان شما حرف نزدید. من گفتم خیلی حرف زدید. گفت من موبایل ندارم، او را به من نمیمونه. ما تلاش میکنیم به نفع خود ما هر چیزی شود، در حالی که رسول معظم اسلام فرمود ایمان کامل ندارد. ایمان کامل ندارد کسی که فقط و فقط نظرش امی باشه
که هرچی بهتر است، هرچی نفش بیشتر است به من باشه، برادر مسلمانم، خواهر مسلمانم از او استفاده نکنه، ما باید استفاده بکنم. ما خیلی ناسپاس هستیم. الله در قرآن میگه ان الانسان لربه لکنود. یقینا انسان در برابر خدای خود ناسپاس است. چقدر نعمت‌های از او استفاده میکنیم، چقدر چیزایی که با مزه هست ما از او استفاده میکنیم، سنت‌هایی که لذیذ است، زن گرفتن سنت است، کلگی دوستش داره. وقتی برش میگیم مسواک هم سنت است، کسی نداره. زن دوم گرفتن همه دوستش دارن. زن دوم میگیریم برش بگو جماعت فرض است، واجب است، کسی به جماعت حاضر نمیشه. چقدر ما ناسپاس هستیم، فقط چیزی که لذت داره دو دسته محکمش میگیریم. وقتی که گپ زد سنت بود دیگه سنت است و باید استفادهش بکنم. عزیز دل من، ان الانسان لربه لکنود. یقینا انسان در برابر پروردگارش ناسپاس است. یک آیه میگه یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این آیه رو روز قیامت اگر به ما الله بخونه، ای چقدر وزن داره، معنایشو میفهمید؟ یا ایها الانسان، ای انسان، ما غرک بربک الکریم. چی چیز تو را فریب داد در برابر پروردگارت؟ چی چیز تو را فریب داد که تو سجده نکنی؟ چی چیز تو را فریب داد که به سمت الله نمیایی؟ چی چیز تو را فریب داد که از دین الله فرار بکنی؟ چی چیز تو را فریب داد که دین الله را دشنام بدهی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک. و ذاتی که تو را خلق کرد، فعدلک فسواک. الله اکبر. خداوند نعمت ها را یکی پای هم میاره. پروردگاری که تو را خلق کرد، تو را تعادل داد، تو را برابر خلق کرد. فی ای صورت ما شاء رکبک. در هر صورتی که خودش خواست تو را زینت داد. گناه بی لذت، سخنها و گفتار بیهوده. بیاییم عزیزان من، بیاییم این زبان خود را شیرین بکنیم به نام الله خودمان. یک بار خوب بگو، یک بار بگو الله. خیلی آهسته گفتین الله الله. کل بدن موهایش میخیزه. چقدر نام شیرین و با عظمت است. بزرگ میشه. یک تسبیح پیدا کو، اگه کدام وقت یادت رفت که سخن بیهوده و کردار بیهوده گناه بی لذت ولی بیخکن است، او تسبیح را بردار در جایش بگو لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. علما میگن هر کی را بیشتر میگه گناه به نزدش منفور میشه، گناه به نزدش مبغوض میشه، از گناه بدش میاد کسی که زیاد میگه لا حول ولا قوة الا بالله. رسول صلی الله علیه وسلم میگه این از خزانه عرش الله به بندگان خود روان کرده. بگو الله اکبر. لا حول ولا قوة الا بالله. این از خزانه عرش رحمان برای ما آمده.